چی بهتون لحاظ حسی اضافه شد وقتی که حجاب رو انتخاب کردین، وقتی که این عفاف و این پوشش و این ستر این همه رو انتخاب کردین، معانی مختلفی که در صاحب دارم. Somebody is watching me. کسی داره منو نگاه میکنه و اون بالا داره به ملائکش میگه ببینین سهیلای منه ها. عاشقانه اسلام دوست دارم برسم به اون مرتبه‌ای که وقتی خداوند این گل وجود منو میچلوند اینطوری که انی جاعل فی الارض خلیفه، دوست دارم به اون برسم. دوست دارم در مقابل این همه نعمت‌هایی که خداوند به من داده اقلاً بندگیشو بکنم، چون واقعاً تا اون لحظه که اون نوا رو من شنیدم فهمیدم که زندگی نکردم چون بندگی نکردم. من هیچ احساس محدودیتی نمی کنم با انتخاب حجاب. احساس می کنم که یک قدم از زمین بالاتر رفتم. روزی توی آمریکا دفعه اول که با حجاب برگشتم، دوستان اومده بودن دیدن ما. یکی از دوستان فامیلان شوهرم، یه خانمی، وقتی من سینی نوشیدنی رو تعارف میکردم در حضور چندین نفر، به من گفت نمیخورم سهیلا. سینی رو پوش اوی کرد داد. این چی رو سرت گذاشتیم؟ و من همون لحظه سینی رو گذاشتم رو میز، دستم نابخواه رفت روی سرم و گفتم اینو میگی؟ این تاج بندگی منه، این حجاب منه، من اصلا این وکابولری، این لغت توی وکابولری من نیست، اصلا توی زبان من نبود. تاج بندگی من به عنوان یک زن شیعه مسلمان این اصلا توی کلام من نبود. من اینو گفتم. بعد 4 سال بعد که گذشت، حالا قرآن خداوند به من فرمودن که فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السما کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. بعد اون صحنه اون روز رو به من خداوند نشون دادن. این کسی که خداوند بخواد دلش رو برای اسلام گشاد بکنه، راهش هم بهش یاد میده. بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم ب5,000 من الملائکة مسومین. اگر شما صبر پیشه کنید، اگر شما تو راه خداوند، همه چی سخته، راه راسونی نیست. من با حجاب بعد برمیگشتم به یه خانواده‌ای که کیف $2000 همیشه تو دست من بود، لباسم شنل بود، کفشم لویی ویتون بود، کیفم این بود زندگی من، این بود شناختی که خانواده من، زندگی من این بود و من باید با یک حجاب برمیگشتم توی و کمال پررویی و کمال افتخار، انگار دارم رو ابر را میرم، برگشتم و همه در مقابل نرفتن عروسی به نرفت جشن عروسی برادرم که 2 سال پیش بود، خیلی فشار به خانواده اومد، ولی چون گناه بود اونجا، چون مشروب سرو میشد، من اعلام کردم که من نمیام، به خاطر اینکه حق خدا اینجا داره ضایع میشه و این خیلی فشار روی کسی که این همه دوره، حالا 1 دقیقه میاد نمیاد مهمونی ما. و من از همشون ممنونم چون منو تحمل کردن، با اینکه درک نمیکنن شاید که من چی تو قلبم هست. ولی خب من اون آیه با منه که خداوند میفرمایند، کمی الان براتون تلاوت کردم، که شما صبر تقوا پیشه بکنین، خداوند یمددکم، مدد میکنه شما رو به 5,000 فرشته. چه فرشته‌ای مارکدار. ممکنه یه روزی من کیف لویی ویتون مارکدار دستم بود، لباس شنل $900 بلوز تنم بود، ولی الان 5,000 ملکه مارکدار دور منن و من حضور اینا رو کاملا لمس میکنم. کاملا آرامشی که به هم میدن، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. تمام مدت من با اینا راه میرم، اینان که این لغت رو کم، وگرنه من توانایی این که بدون اینکه یه آمادگی داشته باشم بتونم صحبت بکنم ندارم. ولی جایی که میرم سخنرانی تحقیق میکنم، خیلی باید بخونم تا بتونم ارائه بدم.
ولی امشب اینجا بدون هیچ آمادگی، یعنی شما زور به من خبر دادن که برنامه اوکی شده، بنابراین فلله العزت جمیعا، همه عزت مال خداست.